سرایت کووید 19 به تاجیکستان بررسی دهها پرونده گمانبران عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین را به وقت دیگر گذاشت. مقامات میگویند حالا 70 پرونده در دست دادگاه است. برای آنکه شک مقامات تفتیشات را دور کنیم، فرارسی سال نو میلادی را جشن گرفتیم. بابای برفی هم بود. بعدیان به نمایندگان مقامات رساندم که استاد به معلمان تحفه و مبلغ سال نوی داد. وقتی نماینده های مقامات این را شنیدن، شبههشان برطرف شد و در مورد رابطه داشتن ما با اخوان المسلمین خاطر جمع شدند. این حرفها را یک ساکن شهر دوشنبه که در یکی از مرکزهای معرفتی درس قرآن میداد نقل کرد. همصحبت ما فعلا در خارج تاجیکستان است و طور نقل میکند ضد او در غیبش پرونده جنایی با گمان همکاری با اخوان المسلمین و خیانت به وطن باز شده است. آمادگی ها به بازداشت ده ها نفر با چنین عیبنامه آخر سال گذشته جریان یافته. در عرفه و روزهای تجلیل سال نو 2020 اول از حبس چند نفر خبر رسید، ولی بعد معلوم شد که شماره بازداشت شدگان از 300 نفر بیشتر شده است. در آن روزها بود که مقامات امنیتی در نسبت چند استاد و شاگردان این مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 در دوشنبه پرونده باز نموده تفتیشات پیشکی می بردند. همصحبت ما خود را عظیم گلجانوف معرفی نمود. به رادیو آزادی گفت بعد اینکه نمایندگان مقامات تفتیشاتی گفتند که مدتی دراز شد که وقت خود را به تحقیق و کاوش و پرسش گذراندند، نباید این همه زحمت آنها برباد رود و همان شب و روز گروهی را دستگیر کردند و از من خواهش کردند که تا علیه استادانم و برادرانم شاهدی دهم که اینها اخوانی هستند. من راضی شدم اما فرار کردم و نمیدانم تقدیر آنها چی شد، میگوید گلجانوف.